سال میلیون‌ها نفر روز ولنتاین را جشن می‌گیرند. گل و شکلات می‌خرند و برای عشقشان نامه‌های عاشقانه می‌نویسند. اما آیا این روز همیشه اینقدر رمانتیک بود یا حقیقت تاریکی پشت این جشن پنهان شده؟ از خون و خشونت در روم باستان تا توطئه شرکت‌های مدرن برای کسب میلیاردها دلار. این داستان واقعی روز ولنتاین است و وقتی آن را بشنوید دیگر هرگز این روز را مثل قبل نخواهید دید. برای فهمیدن ریشه واقعی روز ولنتاین باید به روم باستان و جشن عجیب و وحشیانه‌ای به نام لوپرکالیا برگردیم. جشنی که هیچ شباهتی به عشق و علاقه نداشت. هر سال در روزهای 13 تا 15 فوریه رومی‌ها این مراسم را برای افزایش بارداری و دفع ارواح شیطانی برگزار می‌کردند. این جشن با قربانی کردن حیواناتی مثل بز و سگ آغاز می‌شد. سپس مردان جوان که پوست حیوانات قربانی را به تن داشتند در شهر می‌دویدند و با تکه‌هایی از چرم خون‌آلود این حیوانات به زنان ضربه می‌زدند. اما چرا؟ رومی‌ها معتقد بودند که این کار باعث افزایش بارداری زنان می‌شود. زنانی که می‌خواستند مادر شوند خود را در معرض این ضربه‌ها قرار می‌دادند، چون باور داشتند که این کار شانس باردار شدنشون رو بیشتر می‌کنه. و بعد از این مراسم نام زنان و مردان مجرد درون یک ظرف ریخته می‌شد و هر زن به صورت تصادفی با یک مرد جفت می‌شد که تا پایان جشن همراه هم باشند. و در بسیاری از موارد این روابط به ازدواج منجر می‌شد. اما این فقط بخشی از داستان است. حالا بیایید درباره مردی صحبت کنیم که همه چیز را تغییر داد. در قرن سوم میلادی امپراتور کلودیوس دوم حکومت روم را در دست داشت. او معتقد بود که سربازان مجرد جنگجویان بهتری هستند. به همین دلیل ازدواج را برای مردان جوان ممنوع کرد. اما یک کشیش مسیحی به نام ولنتاین این قانون را قبول نکرد و به صورت مخفیانه مراسم ازدواج زوجهای عاشق را انجام میداد. وقتی امپراتور از این ماجرا باخبر شد، ولنتاین را دستگیر و او را به اعدام محکوم کرد. اما در زندان اتفاق عجیبی افتاد. ولنتاین عاشق دختر زندانبان شد. گفته می شود که این دختر نابینا بود و ولنتاین با دعاهایش بینایی او را بازگرداند. قبل از اعدام ولنتاین برای او نامه‌ای نوشت و در پایان آن نوشت از طرف ولنتاین تو. و این جمله سالها بعد تبدیل به یکی از معروف ترین عبارات روز ولنتاین شد. در نهایت در تاریخ 14 فوریه ولنتاین اعدام شد و نام او برای همیشه در تاریخ ماند. اما حالا نوبت کلیسا بود که وارد ماجرا شود. در سال 496 میلادی پاپ گلاسیوس اول تصمیم گرفت جشن بتپرستی لوکابریا را متوقف کند. این جشن با ارزش‌های مسیحیت در تضاد بود و کلیسا می‌خواست مردم را از این سنت‌های قدیمی دور کند. پس پاپ 14 فوریه را به عنوان روز سنت ولنتاین اعلام کرد. به جای یک جشن پر از خون و حیوانات قربانی، کلیسا این روز را به افتخار مردی که برای عشق جان داد تغییر داد. و اینجا بود که روز ولنتاین به جای خون با عشق پیوند خورد. اما آیا این داستان واقعی است یا کلیسا تنها یک افسانه جدید خلق کرد تا سنت‌های قدیمی را پاک کند؟ این پایان ماجرا نیست. امروزه روز ولنتاین چیزی فراتر از یک روز عاشقانه است. در سال 2024 بیش از 25 میلیارد دلار برای این روز خرج شد. چه کسی بیشترین سود را می‌برد؟ در اوایل قرن 20 شرکت‌هایی مثل هالمارک شروع به فروش کارت‌های ولنتاین کردند. از آن زمان این روز به یک تجارت عظیم تبدیل شد. شکلات سازان، فروشندگان گل، شرکت‌های جواهرات همه از این روز سود می‌بردند. اما آیا این عشق واقعی است یا یک توطئه اقتصادی که ما را وادار می‌کند برای اثبات عشقمان پول خرج کنیم؟ پس حالا که حقیقت را می‌دانید بگویید، آیا روز ولنتاین واقعا روز عشق است یا یک داستان تاریخی که با تبلیغات و تجارت تغییر داده شده؟